متوشاله ستاره‌ای قدیمی تر از کیهان. دانشمندان از سالها پیش تا کنون با یک معمای سردرگم کننده در کیهان شناسی دست و پنجه نرم می کنند. آن هم این است که سن ستاره‌ای به نام HD 14283 مشهور به ستاره متوشاله ظاهراً بیش از عمر کیهان ماست. به گزارش ناسا نظریه‌ها و مدل‌های کیهان شناسی کنونی قدمت گیتی ما را حدود 13.7 میلیارد سال تخمین می‌زنند. اما در این بین چیزی وجود دارد که با واقعیت جور نیست و کیهان شناسان را حیرت زده کرده است. وبسایت بیگ تینگ با انتشار مقاله‌ای در این زمینه می‌نویسد محاسبات دانشمندان نشان می‌دهد که ستاره متوشاله 14.5 میلیارد سال عمر دارد و این ظاهراً به معنی آن است که این ستاره پیش از پیدایش گیتی وجود داشته و از این رو قدمت آن 700 میلیون سال از عمر گیتی بیشتر است. اما به راستی چنین چیزی چگونه ممکن است؟ پیش از این رابرت ماتیوس فیزیکدان بریتانیایی گفته بود اگر عمر ستاره متوشاله از عمر کیهان بیشتر باشد دو حالت وجود دارد: یا محاسبات کنونی ما از عمر گیتی اشتباه است یا همه چیز زیر سر انرژی تاریک است و باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می آید. اما آیا واقعاً بر اساس عمر ستاره متوشاله می توان نتیجه گرفت که نظریه مه‌بانگ اشتباه از آب درآمده؟ پاسخ به این پرسش ساده خیر است. پیش از هر چیز نباید تصور کنیم ستاره متوشاله به تازگی کشف شده است. این ستاره عجیب که بر اساس محاسبات تلسکوپ فضایی هابل در فاصله حدود 190 سال نوری از ما قرار دارد، از سال 1912 برای بشر شناخته شده. افزون بر این نباید فراموش کرد که تعیین سن دقیق متوشاله کار ساده‌ای نیست و از سال 2013 که این مسئله طرح شد تا کنون مطالعات بسیاری در این خصوص منتشر شده. بررسی‌ها نشان می‌دهد با در نظر گرفتن ملاحظات دقیق‌تر در سنجش سن این ستاره می‌توان به این نتیجه رسید که عدد 14.5 میلیارد سال فاقد قطعیت است. در واقع عدد محاسبه شده ممکن است 800 میلیون سال بیشتر یا کمتر باشد و به باور برخی دانشمندان بررسی‌های بیشتر به احتمال زیاد نشان خواهند داد که سن این ستاره کمتر از این است و با نظریه مه‌بانگ و عمر محاسبه شده برای کیهان تضادی ندارد. از سوی دیگر عمر محاسبه شده برای خود گیتی هم عدد دقیقی نیست و بر اساس برخی محاسبات حدود 37 میلیون سال فقدان قطعیت دارد. به گفته کیهانشناسان وجود خطاهای محاسباتی یا تخمین‌های نادقیق که به مرور و با بررسی‌های بیشتر تصحیح می‌شوند در تاریخ علم سابقه‌ای طولانی دارند. در سال 2000 سن این ستاره حدود 16 میلیارد سال برآورد شد و اینک تنها با گذشت 2 دهه دانشمندان این برآورد را به 14.5 میلیارد سال کاهش دادند. افزون بر این محاسبه عمر کیهان که با ثابت هابل ارتباط مستقیمی دارد با یک بحران محاسباتی پیچیده روبروست. کیهانشناسان میگویند نرخ انبساط گیتی در مدل استاندارد کیهانشناسی با داده‌های تجربی سازگاری دقیقی ندارد و این به چالشی در علم تبدیل شده است که اصطلاحاً به آن تنش هابل میگویند. واقعیت این است که ستاره‌شناسان برای رسیدن به درک بهتری از ثابت هابل از ابزارهای مختلفی استفاده کردند، اما این اندازه‌گیری‌ها مدام به واگرایی بیشتر نتایج منجر شده. جالب این است که خود ادوین هابل در سال 1929 ثابت هابل را حدود 500 کیلومتر در ثانیه در هر میلیون پارسک تخمین زده بود. اما بررسی‌های پیشرفته در زمان ما به خصوص محاسباتی که با ماهواره پلانک سازمان فضایی اروپا در سال 2013 انجام شد، این عدد را حدود 8 برابر کمتر یعنی 67.4 برآورد کرد.
مطالعات بعدی در سال 2019 با استفاده از عدسی‌های گرانشی و با بررسی 740 ابرنواختر این عدد را 82 درآورد که از محاسبات اولیه‌ای که خود ادوین هابل انجام داده بود کمتر است. شاید از این روز که تا پیش از این عمر جهان نزدیک به 20 میلیارد سال تخمین زده میشد و بعدها چیزی بین 14 تا 16 میلیارد سال برآورد شد و در ادامه به 13.82 و اینک به 13.77 میلیارد سال رسیده است. این را هم نباید فراموش کنیم که برخی بررسی‌ها از جمله مطالعه دانشمندان دانشگاه اتاوا در سال 2023 عمر جهان را 26.7 میلیارد سال تخمین زده بود که به بحث‌ها و نقدهای بسیاری درباره محاسبات کیهانشناسی دامن زد. امروزه همچنان مطالعه بر سن گیتی و همچنین این ستاره عجیب توسط دانشمندان ادامه دارد.